با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راههای شهر ترسونزاده امسال در حدود شهر و جماعت‌ها تعمیر و ازنوسازی زیاده از 100 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است. از این شماره نزدیکی 5 کیلومتر راه که در حدود جماعت ریگر پیش بینی گردیده است با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران وطندوست و آبادکار شهر ترسونزاده پورا اسفالت پوش کرده می‌شود. تا این مدت 70 کیلومتر راههای محلی و جمهوری در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده بوده نقشه است که از تعمیر جاری برآورده می شود. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان طرفداری نمودند، پیوسته در کارهای جمعیتی سهم می‌گذارند. در واقع استقلالیت یکی از نعمت‌های بزرگی خداداد برای کشور تاجیکستان باشد که امروز ما در یک وطن بی‌شاسا عمر به سر میبریم و هر آبادی وطن هر کاری که به دستمان آید و اجرا میرسانیم. امروز در قلمرو شهر ترسونزاده و جمهوری تاجیکستان با دستگیری مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی کارهای آبادانی سازندگی گذرانده شده است. از جمله امروز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر ترسونزاده در جماعت دیهات رباط دهه گلخس با تشبث صاحبکاران، رئیسان خواجگاهی دهقانی و اهالی راهها منفرد شده است و کارهای سازندگی آبادانی در این جماعت ادامه دارد. از جمله ساختن بنگاه‌های طبی، ساختن سرتراشخانه‌ها، حمام‌ها، سیخ‌های دوزندگی و پل‌ها از نو برقرار شده است که این یکی از نعمت‌های فراوان استقلالیت میباشد. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده جمع 281 کیلومتر راه میباشد که 28 کیلومتر راه جمهوری و 253 کیلومتر راههای محلی تشکیل می‌دهد. در تعمیر اکثر قطعه‌های راههای محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعالانه می‌نمایند. دست جمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر ترسونزاده بیشتر می‌گردد که این عامل جهت دستگیری سیاست رهبریت عالی مملکت و مهیاسازی شرایط ارزنده برای زندگی شایسته مردم فعال نیک است.